نیمی از بدبختی‌های جهان از آنجا می‌آیند که ما شجاعت آن را نداریم که آشکار و با روح محبت راست بگوییم و راست بشنویم. نشر نوبتی برنامه رواندرمانی است که شنیدید. امروز به سوال‌های شما پاسخ می‌گوید نامزد علمی روانشناسی ناجی رحمانوف. چون همیشگی طی هفته سپریگرده به عنوان برنامه رواندرمانی سوال‌های زیاد وارد گردیدند که عین زمان به همه آنها متخصصان ما پاسخ می‌گویند. شروع می‌کنیم. سوریا 32 ساله از شهر خوجند می‌نویسند که پیشتر زنها به همدیگر حسد می‌بردند، حالا باشد حسدبران از شماره مردان نیز کم نیستند. این احساس را یک قسم کمتر نشان می‌دهند، قسم دیگر باشد به حد افراط می‌رسانند. خواهشمندم درباره این حسیات برایمان معلومات دهید تا اداره کردنشان را آموزیم. بله، اصلا حسدبری یک حسیات‌های شخص است که در شخص بعضاً بیشورانه هم روی می‌دهد. خود شخص می‌خواهد یا نمی‌خواهد این چیز در او روی می‌دهد و بعضی‌ها با این حسدبری عادت می‌کنند. وقتی آدم دور و دراز با این کار که شغل کرد و این به خصلت شخصیت او تبدیل می‌یابد و به او خاص می‌گردد و اصلا ما باید بگیم که همین حسدبری طرفی مثبت هم دارد، طرفی منفی هم دارد. مثلا وقتی که ما با یک معیار معینی در کاری حسد می‌بریم، این چیز طرف مثبت دارد. چرا؟ چون که انسان با موفقیت‌های دیگران مثلا اعتبار داده ایستاده، برای خود یک نمود گفتن ممکن است که نمونه می‌کوبد که وای هم باید مثل آنها باشد و مثل آنها رفتار و گفتار عمل کند تا اینکه به آرزو هوس خود برسد و موفق شود. انا مثل معیار معینی حسدبری طرف مثبت دارد که برای شخص را فعال می‌گرداند. لیکن اگر از معیار زیاد شود و از معیار خیلی زیاد می‌شود، وقتی که انسان تا درجه حسد میبرد که به همون نفران کوشش میکند که مانع شود، خلل رساند، ضرر رساند، پیش روی موفقیت آنها را بگیرد، این طرز حسدبری خاراکتری منفی دارد و در انسان خصلت‌های مکاری، خصلت‌های بد انسانی را تشکل میدهد و این خیلی آدمان بعد چنین رفتار عملشون و با این طرز گفتن حسدبریشون میخواهند یا نمیخواهند به چشم مردم نمایان میشوند و پیش مردم او بروی آنها میرسد. بنابر همین حسدبری رو بسیارتر خصلت منفی حساب میکنند. آیا این احساس را اداره کردن ممکن است؟ بله، انسان باید این احساس خود را باید اداره کند. حتی یک نمود تفکر است، تفکر ایموشنالی میگن اون را در پسیکولوژی و میگن این نفر تفکر ایموشنالی داره، همون نفری که حسیات خود را اداره میکنه و با اداره او نظارت کرده ایستاده موفقیت های خود را به دست میبرد، میتواند که مثلا از او ثمره بگیرد. لیکن انسانی که احساسات خود را درک کرده اداره کرده نمیتواند، به هر مشکلی های گوناگون گرفتار میشد. بنابراین انسان باید همه وقت کوشش کند که این هر گونه حسیات هایی که دارد با همین حسیات های منفی بسیارتر و مثل حسد، انسان باید او را در یک معیار باید نگاه دارد، فهمد که کمش خوب است، بسیارش همه وقت ضررآور است. یعنی این احساس طبیعی انسانی است. خب از کی در وجود انسان پیدا می شود؟ اصلا احساس ها خاراکتری مادرزادی هم دارند. برابر به دنیا آمدن کودک این احساس رو دارد. کودکان رو مثلا خردسالی حتی 3 ساله را اگر اهمیت به رفیقانشون حسد میبرد که چیزی که او داشتگی رو من هم داشته باشم، گفته به او میچسبد. از کودکی این آغاز می‌یابد. هر میخواد که آدم از هم رفیقش، از گفتن که شخص نزدیکش همه وقت یک قدم بالا باشد، از همینجا آغاز سر میشد. در همه چیز، در لباس و در خوراک و در همه چیز انسان میخواد از رفیقش بهتر باشد. همین حسدبری میشه. لیکن بچه هایی که در تنهایی مثلا ارکه تربیت می‌یابند، در یک خانه، در یک عائله تنها هستند، آنها بیشتر در این خیلی حسیات‌های منفی در آنها بسیارتر تشکل می‌یابد. فرزندانی که 2-3 نفر در یک عائله تشکل می‌یابند و با تربیت می‌گیرند، آنها کمتر دارند، چون که پدر و مادر با آنها یک خیل مثلا اهمیت می‌دهند، یک خیل رفتار و گفتار که می‌کنند، اونا می‌فهمند که من تنها نیستم، من برابر دیگر هستم، از دیگرها هیچ بالایی ندارم و هیچ وقت خودم رو بالا گرفتن و من مثلا ضرورت هم نیست و به مقصدم نمیرسم. گفته همین جهت هم هست. بنابر همین میخوایم یا نمیخوایم در جامعه بودن، برابر جامعه قدم ماندن، این هم وقت موفقیت است. برای هم میگن که انسان باید در جامعه که باید که باشد، باید در بین جامعه باشد. در
این طرف اون طرفی مثلا سرحدش نباشد. در مابین جامعه مثل جامعه باید گفتار عمل کرد، اما وقت این برد است و موفقیت است. گاه از پشه فیلم می سازیم. یک مشکلات ناچیز را خیلی بزرگ می کنیم و در نظر ما همه چیز مشکل، ناممکن و بی بقا می گردد. اگر به هر عامل و حادثه های زندگیمان چون باد گذرنده بنگریم، می بینیم که غم ما همه بیهوده بوده است. ایرج 30 ساله از شهر باختر می نویسند که سمت فعالیتم رابطه با جامعه است. همه روزه با شماره زیادی آدمان روبرو می شوم که این حالت هر مرتبه بیشتر و بیشتر افسرده حال و عصبانی هم می کند. گپ سر این است که نزد آدمان سخن گفته نمی توانم. چطور در خود مهارت سخنوری را رشد دهم؟ درست است. اصلا همین یک گروه آدمان که آنها را بسیارتر در علم پسیخولوژی از روی مزاج و خاراکتر سانگوینیکا میگن، آدمان الفتی میشوند. این آدمان با آدمان دیگر تیز اونس میگیرند، زبان مییابند، در گفتگو میشوند. در بین آدم بودن برای اونها راحت است. حتی اونها تنهایی را دوست نمیدارند. چقدر سخن باشد، گفتگو باشد، رابطه با آدمان باشد، اونها راحت هم میکنند. لیکن از سوال این که از دودگی معلوم میشد این که سانگوینیک نیستند. مثلا برعکس سانگوینیکا آدمانی مثلا ملانخولیکا هستند که آنها تنها پرستند، تنهایی را دوست می‌دارند، کم گپ می‌شوند. مثلا با آدمان دیگر، با آدمان با ناشناس رابطه کردن، شناس شدن، سخن رانی کردن برای آنها یک مشکلی دارد. لیکن این رو ما باید نگیم که این طبیعی است و ما این رو عوض کردن نمیتونیم. انسان اگر خواهد همه چیز را تغییر داده میتونه. خصلت‌های مادرزادی طبیعی خود را عوض کردن میتواند. برای این چیکار کنند؟ البته این کس یکمش که باید یکمش که شعر بسیار از یاد باید داند. فوند لغویش زیاد کند. وقتی که ما شعر بسیار از یاد میدونیم، فوند لغوی ما که خوب و بهتر شد و نستر که شد، سخندانی و سخنرانی ما آسان میشود. دیگرش که هر چقدر زیادتر باید گپ زند و در بین مردم بودن رو دوست دارد. کوشش کند که زیری گفتم ممکن است که دقت دیگران قرار داد در مرکز دقت مثلا دیگران باشد، پسیو نباشد. در جامعه در جایی که یک چند نفر در گروه میشوند، اما پسیوانه خاموش مشاهده کار نباشد، بلکه چقدر میتواند باید فعال باشد، سخن گوید و گفتم که در محور اطرافی همون یار دوستان باشد و بسیارتر فعالی کند و سخن کند و سخنرانی کند. انا خیلی آدم بسیارتر هر کاری را کرد در اونچه مهارت و ملکه پیدا می شود. هر چیزی را که کم اجرا کرد از هم مهارت ملکه در او کمتر تشکر. بهترین استاد تجربه است. بله. بیرا میگد که از تجربه روزگار بهره بگیر که دفع حوادث تو را به کار آید. این انسان این کار تجربه را که در خود تشکل داد و انکشاف داد، خصلت‌های خوب همین کار در او تشکل می‌یابند و موفق می‌شوند. بله، یک گفتار بسیار هم خوب است. میگوید که هر چیزی که ما درباره خودمان فکر میکنیم ما همان هستیم. بله. هر وقتی که گفتیم که نمیتوانیم از دست نمیبریم، واقعا هم از دست نمیبریم. پاسیو شدن. بله باید اکتیو شویم، بگیم که به همه کار قادر هستیم و از دست میبریم، حتما موفق میشیم. آنان که همواره دلنگران ناتوانان هستند، هیچگاه نمیتوانند ناتوانی را نجات بخشند. با اشک ریختن ما آنها توانان نمیشوند. باید توانان شد و آنگاه آستین همت بالا زد. نسیمه 26 ساله از شهر دوشنبه می نویسند که از تهمت مردم خسته شدم. نوابسته از آنی که به کارشان کار ندارم و احترامشان را به جا میارم، اما چین آوازه های گدی نامم پهن نکردند.
در رویم میخندند و از پشتم با بدترین شیوه تهمتم میکنند. هرچند میگویم که اهمیت ندهم ولی نمیشود، چون من زنم و آبرویم را باید حفظ کنم. بر ضمن همه این چنین رفتار بر روان انسان تاثیر منفی میرساند. من چیکار کنم تا آبرو و سلامتیم را از دست ندهم؟ یکی از گناه‌های وزن‌ترین انسان تهمت است. وقتی که کسی کاری را نکرده است و کاری که با او ممکن است که دخل ندارد، تعلق ندارد و این کار با اون نفر مثلا درست حساب میکنند یا که روا میدانند، در حق او میگویند، این بسیار تاثیر بخش است. یکی از ضربه های وزنین روحی برای انسان این تهمت است. وقتی که این چنین تاثیر به آدم میرسد، نه هر آدم طاقت مثلا برداشت کردن این ضربه روحی را دارد. و لیکن ما باید یک طرف دیگر هم اندیشه کنیم. چرا کسی ما را تهمت میکند؟ سبب همین کسی تهمت کردن در آن است که انسان پس دوست نه و دشمن دارد. لیکن طرف دیگرش با فکر کنیم، چرا آدما با ما دشمنی میکنند؟ بنا مثلا آیا از ما وابسته هست یا نیست که آدما با ما دوست شوند یا دشمن شوند؟ ما باید کاری کنیم که شماره دوستان رو زیاد کنیم و شماره دشمنان رو نیست کنیم. برای از آدم وابستگی دارد این چیز. ما گفتن نمیتونیم که از آدم وابسته نیست، از آدم همه وقت وابسته است. و چرا یک از با ما دشمن می شود و دوست نه؟ شاید در جایی می شود که در کاری می شود که ما به یگون خطاگی راه دادیم. شاید ما در گفتار خود، در رفتار خود یک جو خطاگی کردیم، مثلا نادرست مثلا با اون نفر حرف زدیم، نادرست با اون آدم مثلا عمل ظاهر کردیم و همون عمل و گفتار خطای ما آدمان رو با ما چی میکند؟ دشمن میکند. بنابراین از ما وابستگی دارد. هیچ وقت نمیشد از مناسبت دیگران با ما عکس مناسبت ما است. بله، حتی در پسیکولوژی میگن که مناسبت من با مردم این آبروی من است، موقع من است. یعنی هر چقدر انسان مناسبتش با دیگران خوب باشد، همینقدر موقع او بالا می رود، چون که مردم با او دوست می شوند، او را بالا می بردارند. بنابر همین من چه گفتنی هستم؟ آدم باید در زندگی چنون گفتار و رفتار عملی کند که اطرافیان را به خود دوست کند. همه اطرافیان باید با او دوست باشند و بنابر همین هم شاعر بزرگ گفته است که درختی دوستی پرور که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که رنجی بشمارد. یکی از رنج هایی که دشمن به شما میآورد همون تهمت است که میتواند که با ضربه دست با ضربه دیگر نباشد، لیکن با تهمتی کردگیش میتواند ضربه او برای ما از نگاه پسیکولوژی ضربه روحی و وزنی تر باشد. بنابراین من چی مصلحت میدادم به این کس؟ باید کوشش کنند که با همه اطرافیانشون خوش گفتار و خوش رفتار باشند، دیلیاب باشند. کوشش کردن هر کسی با ما سخن میکنند، ما باید از مقصد و مرام او آگاهی پیدا کنیم و طرز گفتار رفتار کنیم که اون کس از ما مثلا خرسند روند، از نزد ما از ما خرسند شوند. ما باید همه وقت دل کسی را به دست بیاریم، نه که رنجانیم. مثلا میگد که یک کس خانه که یک کس خانه رفت و چیزی نداره که او را خرسند کنیم، اقلا نمیتوانی که گپ خوش بگویی که و آدم ناامید نرود. بعضا ما شرط نیست که پول تقسیم کنیم، چیز تقسیم کنیم، لیکن ما سخن خوب گفته میتوانیم که مثلا رو بلند کنیم که تو انسان خوبی، لباست زیبنده است، قد زیبا داری، خوش گفتاری، خوش رفتاری، بهترین شخصی، گفته گپای شیرین رو بلند کننده که همه دشمن به خود میتوانید دوست کنیم. بنابراین این کس باید همه وقت از دیگر رو دامنگیر نشوند. بعد کوشش کنند که گفتار و رفتار خود را تحلیل کنند. شاید در جای خطاگی کمبودی دارند که اگر اونها را اصلاح کنند، شاید انمون دشمنان کم شوند و جای تهمت بیشتر و تعریف و تفسیر زیادتر شود. شادی با تسخیر مقدار زیادی پول به دست نمی آید، بلکه به دست آوردن ثروت از طریق ابتکار و تلاش لذتی واقعی است.
сумангул аз шаҳри ваҳдат менависанд ки духтарам дар синфи нуҳум таҳсил дораду рафтору гуфторҳояш даҳшатзадаам мекунанд. мавзӯъҳои бо ҳамсабақонаш баррасӣ мекардааш аз доираи чаҳошӯбаи ахлоқ берун аст. бо дугонаҳои нохуб дӯстӣ кардаву нисбати ману падараш нописандӣ мекунад. аз ҳар касе маслиҳат пурсам давраи гузариши синусолӣ аст мегӯянд, аммо худам боварӣ надорам ки гузарад, чун фарзандамро дигар намешиносам. ӯ тамоман тағйир ёфтааст ва ин тағйирёбиҳо мусбӣ нестанд. аз фикр шабҳо хобам намебараду рӯҳам бемор шудааст. шумо ба ман чӣ тавсия медиҳед? саволи ин аст бисёр аз нигоҳи психологӣ муҳим аст, зарур аст, хуб аст. чаро гетам? чунки синфи нуҳум ин ҳамун давраи наврасӣ аст ки дар ҳақиқатан бисёр психологҳо ва умуман педагогҳо дар бораи ҳамин давраи синусолӣ гуфта истода бисёр ин давраро танқидам мекунанд ки давраи гузариш аст мегӯянду давраи вазнин асту як буҳронӣ аст гуфта танқидаш мекунанд. лекин аз нигоҳи психологӣ агар таҳрир бикунем, аслан айб дар кӯдакон нест, дар наврасон нест. дурустараш айб дар мо ҳаст ки мо ҳамин аз нигоҳи психологӣ ҳамин хусусиятҳои синусолӣ ба ҳамин наврасон бударо дуруст намедонем ва чӣ тавр гуфтор амал кардани худро намедонем. чаро? чунки дар ин давра ҳақиқатан давраи гузариш аст. чаро гузариш аст? чунки наврасон дар ҳамин сину сол аз кӯдакӣ ба калонсолӣ мегузаранд. барои ин давраи гузариш мегӯянд. чунки давраи ба балоғатрасӣ аст. кӯдак ба гуфтан мумкин аст шахси калонсол табдил меёбад ва аҷоибаш он аст ки вай агар ба зоҳири ӯ аҳамият диҳем, зоҳиран вай барои мо кӯдак метобад, лекин ботинан дар ӯ табаддулотро метиҳад. ботинан наврасон худро кӯдак ҳисоб намекунанд, онҳо худро одами калонсол ҳисоб мекунанд. ҳатто афсӯс ки дар ҳамин дар гуфтори мо калонсолон дар нисбати онҳо баъзан хатогиҳое рӯй метиҳад ки ин гуфтори мо ба онҳо як зарбаи сахти рӯҳӣ аст. масалан онҳо табиатан ки худашонро дурустан ботинан ки кӯдак ҳисоб намекунанд, онҳо талабот зоҳир мекунанд ҳатто ба ҷомеа, ба атрофиён, ба калонсолон ки манро дигар кӯдак нагинанд, ман набинанд, ман кӯдак нестам гуфта мехоҳад, худаш дар дил ҳавасу орзу дорад. лекин афсӯс ки дар мардуми мо гуфторҳои хато аст ки мо калонсолон ба онҳо вақти муроҷиат мекунам, кӯдак ту чӣ гуфта истодаӣ? кӯдаки дурӯза ту ҳарфи гап задан ҳақ надорӣ, то бояд гап назанӣ, ту кӯдак ҷоятро ёб. гуфта мо бо як гуфторҳое ки барои онҳо бисёр як зарбаи вазнини рӯҳӣ аст, онҳоро озор медиҳем. анамин суханони нодурусти мо онҳоро ба мо душман мекунад. хеле ки гуфтем гуфтори моро гуфтан мумкин аст ба ҳамин ҳолате мебиёрад ки мардум ба мо душман мешавад. бинобар ҳамин ман чӣ мехостам гӯям ки агар мо ҳамин давраи хусусиятҳои психологӣ ҳамин давраро хуб донему, дар асоси ҳамин хусусиятҳои психологӣ онҳо ба онҳо гуфтор амал кунем, наврасон беҳтарин шахсам, ягон камбудӣ надорам. масалан мо нагӯям ки кӯдак чаро ту интергап мезанӣ, ту ҷоятро дон, ту ҳаққи гапзанӣ надорӣ, ту кӯдак ҳастӣ, аз доанат бӯи шир мебиёяд. инхелин гапҳое ки барои онҳо тамоман даҳшатовар асту зарбаи вазнини рӯҳӣ ҳисоб мешавад, бояд инро дигар истифода бояд набарем. бояд баръакс гапҳое ки ба онҳо маъқул асту онҳоро ниёз доранд, талабот ба ин гапҳо дорем. масалан мо бояд бигӯем ба фарзанди худ ки писарам ё духтарам, ту дигар кӯдак нестӣ, ту як духтари 4 кас медидагӣ ҳасти, қадду қомати зебое дорӣ. писарам, ту як йигити зебои хушқадду қомат ҳастӣ. масалан ҳама вақт писарро масалан йигити 4 кас медидагӣ гуфтан дар кор, таъриф кардан дар кор, духтарро ҳамин хеле дигар. пас задан дар кор нест, кӯдак гуфтан дар кор нест, балки чикор кардан дар кор. онро аллакай нишону дар кор ки ман дар симои ту дигар кӯдакро намебинам, ту дигар кӯдак нестию. ҳама вақт ро баланд кардан дар кор, гуфтан дар кор, гап задан дар кор. чизе ки дилаш мекашад, хеле ки мегӯянд ба ташна об додан дар кор, ба гурсна нон додан дар кор. чизе ки дилаш мекашад мо ҳамуро бояд бигӯем. вақте ки мо анамихе ба таби дили гуфтор мекунем, аллакай онҳо хурсанд мешаванд. ин як аст. дигараш ки вақти онҳо худро калонсол ҳисоб ки мекунанд, на ин ки фақат талаб доранд ки манро дигар кӯдак нагӯям, балки талаб доранд ки ба ман мисли кӯдак муносибат накунанд. масалан мо вақте ки дар хона ягон мушкиле мешавад, ягон масъалаи ҳалталаби зиндагӣ мешавад, бояд
مثلا فرزند خود رو دعوت کرده بگیم که پسرم یا دخترم تو دیگر کودک نیستی، تو یکی از اعضایان مثلا عائله هستی که ما میخوایم با تو میخوایم یک جای مصلحت کنیم، مسئله رو حل کنیم. چین پسرم یا دخترم با هم مصلحت کنیم در این مسئله ما این خیلی مشکلی داریم. فکر تو چی است؟ یعنی فکر عقیده او رو بین‌وبین گرفتن در کار و وقتی او فکر عقیده بیان میکند با گفتن در کار نیست. نه تو هیچ چیز نمیدونی، تو کودک هستی، این گپت نمیشود گفتم. ما باید اون رو رد نکنیم. باید وقتی وای فکر بیان میکنیم فکر خوب اینا ما بین‌وبین میگیریم معقول است، لیکن ما باید این طرفش هم بین‌وبین بگیریم. بنابر همین از سبب که این خیال هست این فکر تو رو این خیال میکنه گفته، یعنی فکر او را قبول کردن در کار و بعد وابسته به ضرورت اون رو باید تغییر کنیم. وقتی ما اولین بار گفته او را قبول کرده درست میگیم او الکی نمیرنجه. یعنی این خیال با گفتار عجایب خوبی خود، با رفتار عجایب خوبی که به طبع دل همونا هست و موافق پسیکولوژی اونها هست، ما وقتی با اونها عمل میکنیم آنها با ما نزدیک شدن میگیرد. در بین نورس و پدر و مادر دلبستگی پیدا میشود، نزدیکی پیدا میشود. لیکن افسوس و صد افسوس است که وقتی که ما برعکس رفتار میکنیم، آنها رو کودک حق گپ زدن نداری، تو حاجی وقتی گپ زدن نشده از دهانت بوی شیر میگفته دیگر گفته، آنها رو میبندیم میرنجونیم دور میکنیم، آنها با ما دشمن میشه. چون که اون طلباتی که در آنها پیدا شده است، طلبات پسیکولوژیکی که در ما اون رو پیدا نمیکنن، این طلبات رو آنها در همسالان و دوگانه‌های دوستان کوچگیشون پیدا میکنند. چون که آنها الکی با اونها همچون کودک مناسبت نمیکنند. با اون میگن تو دیگر کودک نیستی که چوبت با این خیر رفتار میکنند. اون همون گپی بدیلش رو در کوچکی میفهمد، از دیگران که میفهمد با آنها رو میبیارد. بنابر همین آنها دوست میشوند و پدر مادر دشمن و از پدر مادر آنها دور شدن میگیرند. به جای به خانه دلبستگی داشتند با پدر مادر در خانه باشند، آنها به کوچه رو میبرند، به شخصان کوچگی و از خانه دور شده کوچگی شده الان خیلی بد روی منفی و میروند. چرا؟ چون که در کوچه پدر و مادر مهربان و غمخوار نیست که غمی او را بخورد. در کوچه شخصانی هستند که قریب همه وقت بر زیان او هستند، گفتار عمل میکنند، او را به طرف منفی میبرند. بنابر همین در این مسئله باید ما بسیار اندیشه کنیم، باید گفتم ممکن است که کوشش کنیم، غیرت کنیم، موافق طلبات علم عمل کنیم، گفتار کنیم و فرزندی گفته که عزیز خود رو از دست ندیم، با فرزند عزیز خود رو با دشمن خود تبدیل دادن در کار نیست.